Page 12 صفحه 12 Lesson 3 درس 3 Sounds and letters صداها و حرفها بخش 1 Listen, trace and point گوش کن، دنبال کن و نشان بده. Repeat تکرار کن. در این صفحه حرف C رو یاد میگیریم. 2 بار براتون میخونم، بار اول گوش بدید ولی بار دوم با من تکرار کنید. Capital C, small c, the sound is K. For example, cat, گربه، car, ماشین. حالا با من تکرار کنید. Capital C, small c, the sound is K. For example, cat, گربه، کار، ماشین. لیسنینگش رو هم گوش کنید و همراه با اون تکرار کنید. Listening 18. Listen, trace and point. K. K. Cat. K. Car. Listen and repeat. K. K. Cat. K. Car. بخش 2 Listen and chant گوش کن و بخون. لیسنینگ این بخش رو هم گوش کنید و همراه با اون بخونید. Listening 19. Listen and chant. A cat in a car. K, k, k. A cat in a car. K, k, k. Cat, cat, cat. Car, car, car. A cat in a car. K, k, k. A cat in a car. یه گربه داخل یک ماشین. بخش 3 استیک بچسبون. از آخر کتاب بخش استیکرها برچسب حرف C رو پیدا کنید و در جای مربوطه بچسبونید. بعد گفته Then circle and say. سپس دایره بکش و بگو. همونطور که دور حرف C در کلمه کت دایره کشیده، شما هم دور حرف C در کلمه کار دایره بکشید. بعد کلمه کت و کار رو تلفظ کنید. بخش 4 Circle the letter C. دایره بکش دور حرف C. از بین حروف زیر دور حرف کپیتال C و اسمال C دایره بکشید. کادر سبز رنگ. Complete the writing task on page 78 of the workbook. مثل دفعات قبلی در صفحه 78 کتاب کارتون حرف C رو که امروز یاد گرفتیم طرز نوشتنش رو تمرین کنید.